ما در سر چشمه قرار داریم. ایو پرام افغانستان این افغانا کار کردن. چه از زوادی بیبرت اومدیم استانوف که بودیم. تاجیکستان برای زرشویی در لب دریای پنج در مرز با افغانستان به هر کس اجازه نمی‌دهد. اما دو کارخانه در ناحیه شمس‌الدین شاهین حق پیدا کردند که طلای پاشخورده را در منطقه کار کرد کنند. نام کارخانه ها و مالکان آنها نامبر نمی شود. دقیق نیست، طور گمان می رود آنها شخصانی نزدیک به منصبداران بلندپایه هستند یا صاحبکاران عادی. کارخانه‌ای که در مرز سرحد واقع هستند، در آنجا دو کارخانه کلان است با کار فعالیتشون برای کارکرد طلای پاشخورده. در ناحیه های دیگری تاجیکستان که با افغانستان هم مرزند، آدمان اجازه کار در ساحل دریای پنج را ندارند. برای مثال در حدود ناحیه درواز مقامات قدقد دریای پنج سیمخوار کشیدند. ساکنان برای وارد شدن به آنجا باید رضایت مرزبان ها را بگیرند. ناحیه شمس‌الدین شاهین از اولین ناحیه های بوده است که در نزدیکی رود پنج کارخانه کارکرد طلا تأسیس داده است. در ناحیه کارخانه‌ای که کلان عظیم است، ما با قید گرفتگیم بازی سه کارخانه‌ای که ما قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قدیم با قید گرفتگیم. از این پیش شرکت شاهین CM در ناحیه شمس‌الدین شاهین با جلب تجهیزات و کارگران چینی اجازه زرشویی را در ساحل دریای پنج پیدا کرده بود. نام شرکت پس از آن رسانه‌ای گشت که بر اثر دو حمله از خاک افغانستان در سالهای 2024 و 2025 چند کارگر چینی آن کشته شدند. تاجیکستان تا سال 2023 نه به مردم عادی و نه به شرکت‌ها اجازه کار در ساحل رود پنج را نداده بود، تا زمانی که در آن سوی مرز در افغانستان زرشویی و استخراج طلا زیاد شد. حالا تاجیکستان برای کارکرد طلای پاشخورده در لب دریای پنج دو کارخانه ساخته است، ولی معلوم نیست که تا چه حد کامیاب خواهد شد.